یه عیب فوق‌العاده شایعی که ما توی خودروهای دنا داریم که خود ایران خودرو هم اینو به صورت اطلاع فنی اعلام کرده بابت بحث زمانی که با خودرو به صورت ناگهانی ما حرکت میکنیم و شتاب میگیریم، خودرو به صورت آنی کپ شدید میکنه و بعد مجدد شروع به حرکت میکنه. دو مورد شما باید بابت بحث این عیبیابی چک بکنید که الان بهتون آموزش میدم. دقیقا همین خودرو با همین مشکل به تعمیرگاه ما مراجعه کرده. خطاهایی که داره یکی مربوط به APS، همون سنسور موقعیت پدال گاز هست، سنسور پدال گاز، و یکی هم مربوط به سنسور فشار هیدرولیک فرمان هست. ما باید این دوتا سنسورها چک بکنیم. اما 99% این عیب مربوط به فشنگی یا سنسور فشار هیدرولیک فرمان هست. شما سوکت این سنسور رو در بیارید. اگه مشکل برطرف شد حتما اقدام به تعویض فشنگی همون سنسور هیدرولیک فرمان بکنید، مشکل 100% برطرف میشه. اما الان بهتون آموزش میدم چطوری تو مرحله اول پدال گاز رو تست بگیرید. اگه دیدید اوکی هست برید سراغ سنسور فشار هیدرولیک فرمان. الان دستگاه دیاگو من به این خودرو متصل کردم. وارد موتور، بنزین سوز هست خودرو، شناسایی اتوماتیک میگیرم که ECU دقیق برای من شناسایی بکنه. ECU EZU EF7 تکسوس هست. کانکت میشم، وارد پارامترها میشم. زمانی که وارد پارامترها شدم میام و گزینه ولتاژ سنسور 1 پدال گاز و ولتاژ سنسور 2 پدال گاز رو میارم. جهت تست سنسور موقعیت پدال گازمون مدار 1 و 2 تا عدد متفاوت شما دارید میبینید. الان عددهایی که الان مشاهده میکنید عددها استاندارد هست. به صورت ناگهانی به خودرو گاز میدم. حتی اکثر برای ولتاژ سنسور 1 پدال گاز باید 3 ولت به من نمایش بده و برای ولتاژ سنسور 2 باید 1 تا 60 تا 70 صدم ولت به من نمایش بده. من الان به صورت ناگهانی به خودرو گاز میدم. همینطور که مشاهده میکنید دقیقا همون عددهایی که گفتم و نمایش داد. این 100% سنسور موقعیت پدال گازتون APS سالم هست و رو مربوط به سنسور یا فشنگی فشار هیدرولیک فرمان هست که این اطلاعات هیدرولیک فرمان رو به ECU ارسال میکنه.